اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه توفیقات و نعمتهای خوب و مفید و ارزشمندش. با ارزشترین همه نعمتها نعمت هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خوبی ها، پاکی ها، توانمندی ها، خوشبختی ها. هدایت به همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت وجود دارد. هدایت به همه خوبی هایی که خداوند برای ما و شما انتخاب کرده. یکی از بیشمار خوبی های دین مبین اسلام ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماه عبادت، ماه استغفار، ماه توبه، ماه دعا، ماه صدقه، ماه روزه، ماه صبر و ماه رشد و توانمندی و توسعه و خاتمه به خیری. بحثمون رو پی میگیریم با سرمایه هایی که مطرح کردیم، سرمایه های ماندگار و پایدار، سرمایه هایی که متاسفانه در تفسیر ما داخل نشده، در تفسیر ما و شما داخل نشده و مسلمان ها با دید یک سرمایه به اون نگاه نمی کنن. این سرمایه ها نگاه نمی کنن و به حساب نمی آورن. یکی از این سرمایه ها گفتیم هر زمانی که از مخلوق احساس خطر کردید، پناه ببر به خالق عظیم. الله عظیم، هیبت خداوند رو در دل جلوه بده تا هیبت مخلوق کمرنگ بشود. متوسل بشو به این جمله با اعتقاد و باور و با هدف. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. نتیجه چه خواهد شد؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر خدا توکل بکنه خدا براش کافیه. این یک آیه دیگه هست که خود را در پناه خدا قرار دادن چه چیزی رو برای انسان به همراه می آورد یا به ارمغان می آورد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر خدا توکل کند الله برای او کافی است. پس باید خداوند در نگاه ما خداوند عظیمی باشد که هیچ مخلوقی با هر هیبت و عظمتی که وجود داشته باشد در مقابل عظمت خدا موجودی که قابل ذکر باشد نیست. الله اکبر، تمام شد و رفت. ما دون الله همه اصغر. الله اکبر. چرا همه جمله های از آن بوی تعظیم خدا ازش میاد؟ یعنی روز 5 بار از آن گفته میشه که عظمت و بزرگی خدا در دل بندگان خدا کمرنگ نشود
و تحت هیچ شرایطی اعتنایی به هیبت مخلوق نداشته باشن. هیبت الله، عظمت الله، هیمنت الله، کبریا، جلال، بزرگی، جبروت، همش الله. الله اکبر 4 بار پشت سر هم میگه تا برات قابل هضم باشه و رسوخ داشته باشه تو صمیم قلبت و باورت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و دوباره میگه آخر اذان الله اکبر، الله اکبر. لا اله الا الله. هیچ کس نیست، هیچ بزرگی نیست مگر الله اکبر. معنی لا اله الا الله هم همینه. نیست، اصلا وجود نداره. لا اله، هیچ بزرگی نیست که قابل تعظیم باشه الا الله، مگر اللهی که الله اکبر است. اینجاست که علما میگن کسی که هیبت خدا در دلش کمرنگ شد از مگس هم میترسد، از همه چیز میترسد. کسی که هیبت خدا و عظمت خدا و بزرگی خدا در دلش کمرنگ شد از همه چیز میترسد، اصلا امنیت ندارد، آرامش ندارد، همیشه اضطراب، پریشانی، دلهره، ناامنی، آرامش ازش گرفته میشود. یا باید از خدا بترسید یا باید از همه چیز بترسید، امنیت نداشته باشید. انتخاب با خود ما و شماست. فرق بین خالق و مخلوق، سبحان الله، در ترس. علما میگن از مخلوق اگر ترسیدی ازش متنفر میشید و پا به فرار میگذارید. محال است که از مخلوقی غیر از خدا بترسید آرامش پیدا بکنید. نفرت پیدا میکنید، پا به فرار میگذارید، چون این ترس طبیعی نیست. ترس از مخلوق سازگاری با سیستم بنده خدا ندارد. ترس از خالق است، اون در قالب خودش است. من و تو عبد خدا هستیم، ترس هم باید ترس خدا باشد. اینجاست که اگر عباد الله ترس از خدا داشته باشن به طرف خدا نزدیک میشن یا از خدا فاصله میگیرن؟ به طرف خدا نزدیک میشن، چون ترس طبیعیه. این ترس جریان ایجاد میکند که تو رو به خدا نزدیک بکند. سبحان الله. هرچی ترست، خوفت از الله بیشتر باشه، انست به الله بیشتر خواهد شد. میگن فلانی خدا ترسه، یعنی به خدا نزدیکه، ولی یه نفر خنجر گرفته دنبالت داره میدوه، ازش فرار میکنی، بهش نزدیک نمیشی، مانوس نمیشی، نفرت برات ایجاد میشه، چون ترس غیر طبیعیه و این ترس محلی از اعراب ندارد. ترس غیر از خالق جز اضطراب، جز نفرت، جز ناامنی، جز پریشانی، جز پراکندگی، جز از هم فروپاشی چیز دیگر ندارد. ولی ترس از خدا نیروی تو رو جمع میکنه، توان تو رو یک جا جمع میکنه، از پراکندگی در میایی، به آرامش میرسید، احساس امنیت میکنید. همون که گفتم فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و من یتوکل علی الله فهو حسبه. همه از قرآن بگیم، چرا از کسی دیگه بگیم؟ همش آیات توحیدیه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. سبحان الله. یک آیه دیگه میگه هر کسی خدا ترس باشه خدا ازش دفاع میکنه، اصلا وارد میشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. معیت خدا به همراهشه. کلا ان معی ربی سیهدین، حضرت موسی گفت و آخر در اعماق دریا راهی برای نجات پیدا کرد. کلا
ان معی ربی سیهدین، راه و نشون من میده. به بنبست نمیرسه. کسی که به خدا وصله به بنبست نمیرسه. باید چه کار میکردیم خودمون امشب تو نماز؟ به نظر شما فرار میکردیم؟ انسان مؤمن آرامش داره. زلزله آدمو نمیکشه، معصیت آدمو میکشه. اونهایی که در سونامی نابود شدن نه به خاطر اینکه سونامی اونها رو کشت. برید بررسی بکنید که اسلام کی وارد جنوب شرق آسیا شده. بالاخص وارد اندونزی شده. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیتی است. نزدیک 220 میلیون مسلمان خالص داره. وقتی اسلام وارد اندونزی شد، مردم جنوب شرق آسیا آغوشو باز کردن برای اسلام. سبحان الله، اسلام با اخلاق تجار مسلمانی که پیلور بودن میرفتن اونجا کالا و جنس مادی رو میبردن، اما معنویات به کالاشون تزریق میکردن، با معنویات به اونها میفروختن. با امانت، با صداقت، با طهارت، با پاکی، با طیب نیت و خاطر، با صداقت، با صمیمیت، که این مردم شیفته این اخلاق این تجار شدن. گفتن این چه چیزیه که شما تو رفتاراتون میبینیم؟ گفتن این دین ماست. گفتن یاد ما بدید، ما پارچه نمیخوام، دین تو یاد ما بدید. آغوشو باز کردن برای دین خدا. اونقدر با برکت شدن که بی حد و حساب. اما علت سونامی که چند سال پیش آمد تو اندونزی، علمایی که رفته بودن اونجا بررسی کرده بودن، دیدن که حرامخوری، فحشا، بی‌ناموسی، مشروبات الکلی، بی‌تقوایی، جزیره کشور اندونزی بیشترین جزایر دنیا رو داره. شاید نزدیک به بیش از 3000 جزیره داره، جزیره های کوچک و بزرگ. اگر گفتن که مناظر زیبا، نه اینکه انسان لخت عریان مادرزاد بشه، زن و مرد برن تو دریا. ساحل سورام ساحل زیبایی است. استفاده از مناظر زیبا و خلاق و مبتکر و جذاب طبیعت و دنیا به این دلیل نیست که ما اگر فضای سبزی هست، اگر آب زلالی هست، اگر ساحل زیبایی هست، اگر جزیره زیبایی هست، بریم زن و مرد لخت بشیم بپریم تو آب و تقوا رو و خدا ترسی رو پشت سر بذاریم. ملتی که خدا با اسلام بلندشون کردن، اگر اسلام رو پشت سر گذاشتن، خداوند تعاملش با اینا از کفار بدتر میشه و خطرناکتر میشه. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، که همیشه این دوتا آیه رو میخوندیم خودمون تو جزء عمه، معنیش نمیفهمیدیم چیه. چطوری دریا منفجر میشه؟ اصلا تو باورت میشه که دریا منفجر بشه؟ یکی از علامات قیامت دریا منفجر میشه، آب به هوا پرت میشه. و قبل از این که پرت بشه، منفجر بشه آب، اول به جوش میاد. اذا البحار سجرت، اول این آب به جوش میاد، بعد پرت میشه تو هوا، منفجر میشه. سبحان الله. این دوتا حالت تو اندونزی، تو سونامی به وجود آمد. اول یک زلزله در اعماق دریا، همون جزیره‌ای که میرفتن برای عیش و نوش و خوشگذرانی و شرابخوری و فحشا، زیر آب لرزون زمین رو شکفت، کوههای آتشفشان رو فعال کرد، سرازیر دریا کرد. بعد این دریا رو
نزدیک 30 متر به هوا پرت کرد. بعد با سرعت 800 کیلو در ساعت به ساحل پرت کرد. خوب دقت بکنید چه شد؟ در یه چشم هم زدن. اذا البحار سجرت صورت گرفت. بعد اذا البحار فجرت به ارتفاع 30 متر آب منفجر شد به بالا. اول مکیده شد، زمین که جدا شد از هم در اعماق دریا آب فروکش کرد. بعد یک دفعه قدرت گرفت، منفجر شد 30 متر به هوا. بعد با سرعت 800 کیلو در ساعت، تصور بکن 800 کیلو در ساعت چیه، آمد وارد ساحل شد و 10 کیلومتر تو ساحل پیشروی کرد و آثارش تا بیاهی شرق جاسکم چه 1 کیلومتر آب تو ساحل بیاهی پیشروی کرد. من خودم رفتم بیاهی. همون روز سونامی ما تو جاس بودیم که همه ارتباطات قطع شد. اصلا دریا یه چیز دیگه بود. ما رفته بودیم برای یک امری، کل مخابرات و نمیدونم فلان، و وقتی رفتیم کنار ساحل که اصلا دریا یه چیز دیگه است. بحر عمان دیگه متصله. سرعت 800 کیلو دریای منفجر شده دنبال کرد همون انسانهایی که میرقصیدن، نیمه عریان بودن، از نعمتهای خدادی استفاده سوء استفاده کردن. وقتی انسان نگاه به دریا میکنه باید بگه سبحان الله، ما اعظمک یا رب، سبحان الله ما اجملک یا رب، سبحان الله. فقط توبه هست، چیز دیگه نیست. باید بر بگردیم به سوی خدا. کجا میری؟ برو بیرون، برو بیرون. با زلزله رو رفتیم، با سرطان باید بریم. با سرطان نرفتیم، با سور اسرافیل باید بریم. آمار کشته شدگان فقط جاده های ایران 21,000 در سال گذشته. ببخشید 29,000 کشته تصادف جاده‌ای ما داشتیم. 29,000 کشته جاده‌ای. باید رفت. امشب نمیخواد از این منطقه بیرون بره، داره میچرخه. همینجا هاست. کجا باید بریم؟ این المفر، این المفر. جای فراری هست؟ به خانه خدا پناه آوردیم. اگر زلزله بشه در حال نماز بمیریم سعادتیه، ولی اگر در حال خماری بمیریم چی؟ در حال بی تقوایی بمیریم چی؟ چند سال پیش در یکی از روستاهای اطراف خمیر برنامه‌ای بود، جلسه ماهانه. سید عبدالباعث قتالی هوام بارندگی بود، باران می آمد. تو روستا خانه ها گلی بود. سید عبدالباعث قتالی حفظه الله سخنرانی میکرد قبل از من. گفت که خداوند قادره که هر لحظه اراده بکنه ما رو بگیره. بعد از دهانش در رفت. اول یه مجری آمد تعریف از علما کرد. علما بزرگمان، علما سرمایه‌مان، علما باید جانمان فداشون بکنیم، علما باید فلان بکنیم، علما. بعد از اینکه تعریف و تمجید از علما و ارزش علما و جانمان فداشون بکنیم و خودمون فدای علما بکنیم، علما برای ما بمونن. بعد که تمام شد سید عبدالباعث قتالی صحبت کرد، گفت اگر الان زلزله‌ای بشه شما چه کار میکنید؟ خدا میتونه ما رو بگیره یا نه؟ هنوز حرفش تمام نشده بود که مسجد لرزید. اول همون مجری که میگفت ما باید جانمون فدای علما بکنیم دم در بود. یه درم بیشتر نداشت، ما جلو مسجد تکیه زده بودیم.
دومم مردم دنبال رفتن. علما چه شدن؟ من و عبدالباسط نشستیم، گفتیم دیگه از تو پنجره که نمیشه رفت. اینا همون بودن که گفتن ما باید جانمان فدای علما بکنیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه، در مدینه، وقتی که مشکلی پیش می آمد، کسوف می شد، دگرگونی در جریان طبیعت پیش می آمد، صدا می زد الصلاة جامعه، پناه ببرید به نماز، اونقدر نماز طولانی بخوانید تا کسوف برطرف بشود. سوره بقره. اونقدر نماز طولانی بخوانید تا کسوف برطرف نشده به نماز پناه ببرید. اگر خسوف میشد به نماز پناه میبرید. اگر قحطی و بارندگی نمیشد الصلاة جامعه، نماز استسقا. حتی حیوانات هم، گله های حیوان و بچه های خردسال با پای برهنه، با لباسی کهنه به عیدگاه میرفتن خارج از شهر و بعد میگفت خدایا اگر ما بزرگترا گناهکاریم، به خاطر این اطفال معصوم و این چارپایان ما را رحم کن، به ما باران بده. وقتی که مصیبت و مشکلات زیاد میشد و بلاها، دستور میداد تو هر 5 نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، تو هر 5 نماز قنوت بخوانن. تو هر 5 نماز قنوت بخوانن تا بلا رفع بشود. زلزله قبلی 4000 خانه در جزیره خراب شد. هنوز خیلی ها خانه هاشون تکمیل نشده، سقفش گرفتن، ستون با سقف، پول نداشتن. و این زلزله بعدی دوباره 1200 خانوار تقریبا آسیب دیده، تو خیمه هستن. تو همین مسجد گفتم کمک بکنید، چند روز گفتم کمک بکنید، فقط 700,000 تومان آوردن. به چند نفر من بدم 700,000 تومان؟ یخچال و کولر و خانه و زندگیشون همه رفته. به نظر شما به هر خانواده 100,000 تومان بدم دردش دوا میکنه؟ یا نفر 1000 تومان بدم، همینطوری که زکات میدیم در خونه صف کشیدن، 1000 تومان 1000 تومان 1000 تومان. دوست دیشب گفت اون مبلغی که جمع شده فرستادید، برای کی بفرستم؟ برای 7 نفر؟ اگر 120 میلیون تومان جمع بشه میتونیم به 1200 خانوار که آسیب جدی دیدن هر خانواده 100,000 تومان بدیم. 120 میلیون تومان. لا یسمن ولا یغنی من جوع. اگر نفر 1 میلیون تومان هم بدیم دردشون دوا نمیکنه. یکی از دفع بلا صدقه هست، یکی توبه و استغفاره، یکی تضرع به درگاه خداست، یکی پناه آوردن به قرآنه، یکی وضو گرفتنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر سختی ها وضو می گرفت. الوضوء علی المکاره. لا حول لنا ولا قوة الا بالله. نه توانی داریم نه حرکتی داریم مگر خدا. آدم تعجب نمیکنه از کسی که معلول و نابینا به دنیا آمده. بدبخت معلول فلج به دنیا آمده، ناقص به دنیا آمده.
کاری ازش ساخته نیست، درسته؟ ولی آدم تعجب میکنه از جوان پهلوان یل سالم سرمایه دار این کاری نمیکنه، این خدمتی نمیکنه، این حرکتی نمیکنه. جوان سالم یل پهلوان سرمایه دار، اونی که معلول به دنیا آمده خب انتظاری ازش نیست، آدم دردش نمیاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. باید توبه بکنیم از گناهان و به فکر برادران و خواهرانمون باشیم و فقرا و مظلومین رو فراموش نکنیم. از فقرا و مظلومین دلشون به دست بیاریم تا برای ما دعای خیر بکنن. چند شب پیش یک پیرمرد مهاجری 2 دقیقه وقت خواست در نماز تهجد، همینجا گفت اجازه هست 2 کلمه بگم؟ گفتم حالا بفرمایید. گفت دنیا رو 4 چیز پایدار و استواره: عدالت حکام، علم علما، سخاوت تجار، دعای فقرا. بعد گفته باور بکنی راست گفته، عدالت حکام و شاهان سبب بابرکت شدن زمین خواهد شد. توسعه، توانمندی، رشد، برکت، پاکی، امنیت، سعادت تو زندگی بندگان خدا میاد. جایی دیدی که حاکم عادل باشه بی برکتی باشه؟ جایی دیدی که حاکم عادلی باشه ناامنی باشه؟ علم علما، جایی دیدید که علما انجام وظیفه کردن، خودشون رو وقف تعلیم و تربیت مردم کردن که جهل رو از جامعه دور بکنن، اون جامعه توسعه پیدا نکرده باشه، اون جامعه رشد نکرده باشه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آباد شدن. جایی دیدید که تجار و اهل خیر بذل و بخشش بکنن، سخاوتمندی به خرج بدن، بگن خدایا تو بده تا بدیم، خدایا همه مال توست، خدایا نجات ما در انفاقه، خدایا این فضل توست. امشب برادرمون آقای سنباک تو سوره ها میخوند هذا من فضل ربی، هر چی داریم از فضل رب ماست. و یکی از فضل رب این که توفیق پیدا بکنید فضل رب نصیبت بشه. بعد از این که فضل رب نصیبت شد، این که انفاق بکنید. انفاق کردن فضل ربه، داشتن هم فضل ربه، اما داشتن و انفاق نکردن خیلی خطرناکه. و دعای فقرا، این همه بدبختی که میبینید نتیجه تبعیضه. آیا کسی به فکر این که فقرا کم بشن تبدیل به اغنیا بشن هستن؟ نه، همه به فکر اینن که فقرا روز به روز آمارشون بیشتر بشه، فقر در جامعه بیشتر بشه، تبعیض بیشتر بشه. دل فقیر به دست باید بیاریم تا برای ما دعا بکنه خدا رحممون بکنه. رحم خدا در دعای فقیره. و فقیری که تو آزردیش، دلش شکستید، تحقیرش کردید، دعای خیرت نمی کنه و رحم خدا برات نازل نمیشه. از حوصله همه شما تشکر میکنم، همتون رو به خدا میسپارم. ولی الحدیث بقیه. فردا شب انشالله در باره سرمایه دیگر
انا لله و انا الیه راجعون صحبت میکنه. اینم یه آیه قرآنی است. 2 شب درباره حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یک سوال، این دعایی که هر شب برادرمون آقای سماکم میخونه، که به این دعا کرده یا این دعای کیست؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. کی میدونه؟ دعای حضرت یونس علیه السلام در تاریکی که قرار گرفت در شکم نهنگ فریاد زد لا اله الا انت. هر کسی این دعا بخونه بنبست از زندگیش برداشته میشه. هر کسی دعای یونس بخونه با خلوص نیت یونس علیه السلام، بنبست و گره زندگیش باز خواهد شد اگر معتقد باشه و با اعتقاد بخونه. لا اله الا انت، تجدید توحید، تجدید بیعت با خدا. سبحانک، تو پاک و منزهی از هر گونه نقائص و عیب و ظلم. آیا حضرت یونس گفت نجاتم بده تو شکم نهنگ زندانی شدم؟ دنبالش هست یا نیست؟ گفت اینی کنت من الظالمین. ادب نگاه کن، شناخت نسبت به الله، به ربش نگاه کن. نگفت منو نجات بده تو شکم نهنگ زندانی بود، فقط کلمه توحید رو گفت، بعد گفت سبحانم تو پاک و منزهی من به خودم ظلم کردم. نگفت منو نجات بده. باید به پاکی الله فریاد بزنیم سبحانک تو پاک و منزهی، لا اله الا انت کلمه توحید، بعد بگید انی کنت من الظالمین. نگفت منو نجات بده. وقتی ما این مشکلمون حل بکنیم نجات همراهشه. اعتراف به ظلم و تقصیر و کوتاهی کرد خداوند چه و کلمه توحید رو سر داد و بر پاکی خداوند اعتراف کرد. تسبیح خدا گفت. خدا به نهنگ گفت حالا برو کنار ساحل پرتش کن، دیگه تو حق ندارید. انی کنت من الظالمین. نگفت نجاتم بده. حضرت ایوب چه دعایی کرد؟ انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. کسی که مریض میشه تقاضای شفا میکنه یا نه؟ باید حضرت ایوب میگفت خدایا به من بیماری سختی رسیده، مریضم، سخت بیمارم، طاقت دارم میکنم، طاقت فرساست، تو منو شفا بده. ولی دنباله آیه رو بخون. نگفت منو شفا بده، گفت و انت ارحم الراحمین. منطقیش این بود که بگه، یا طبیعیش این بود که بگه اشفنی منو شفا بده، ولی نگفت. گفت و انت ارحم الراحمین. خدایا به من ضرر رسیده، بیماری رسیده، ولی میدونم که تو ارحم الراحمینی. باورم اینه که تو ارحم الراحمینی نسبت همه بندگانت، حتی با بیماری که براشون میفرستی تو ارحم الراحمینی. شکی در رحم تو ندارم اگر تا آخر عمرم مریض باشم. نگفت شفام بده، گفت من این باورمه که تو رحیمی، رحمانی، ارحم الراحمینی. حالا که زلزله شد به خدا فوش میدیم، همون نمازخونا فوش میدن به خدا. اگر بچهش مریض شد، همسایه من گردن کلوف، سیبیل کلوف، 1 رکعت نماز نمیخونه، شب و روز سکرانه، همه بی حجاب، بی تقوا، روز به روز داره کلوفتر میشه. منی که 5 وقت تو مسجدم روزه میگیرم، پیشونیمو سیاه کردم، هرچی مریضیست تو خانواده منه، از مریضی فارغ نمیشم. نمازشو برای خدا میکشه. هستن یا نیستن؟ اعتقاد ضعیفه. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینید.
اگر این آیات ما بررسی بکن، اصلا بر بگردیم به قرآن، همش درباره قرآن بگیم، همش از قرآن بگیم، باور بکن یک امنیت و آرامش و یک توانمندی و استحکام و ثابت قدمی میاد تو زندگی من و شما. اصل عقیده است. اگر عقیده درست شد، رفتارهای عادی درست خواهد شد. آثار عقیده تو رفتارها درست خواهد شد، تو قضاوتها، تو دیدها، تو نگاهها، تو تصمیم گیری ها، تو دوست داشتنی ها، تو همه برنامه ها، تو بله گفتن و نه گفتنمون. موفق و مؤید باشید. به امید دیدار در یک برنامه خوبی دیگه با توفیق خداوند. اگر حیاتی باقی مون انشالله شب همدیگه رو ملاقات خواهیم کرد ساعت 2 انشالله. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید باشید.